روزه نگاه داشتن گرد و اطراف یکی از وظیفه‌های اساسی هر یک شهروند دیاربایسو می‌رود. کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی در حالت سانیتاری و اپیدمیولوژی حدود بزرگ مرکزی شهر خروغ را مورد سنجش قرار دادند. معلوم گردید که فروشندگان نه همه وقت به تازگی محیط اطراف دقت می‌دهند. جیبور قد راه پر از پرتو بوده، این فروشندگان در چنین حالت سرگرم سودا می‌باشند. در چنین روزهای گرم این منظره‌ها می‌توانند منبع سرایتیابی اهالی گردند. می‌سازد که در برابر به دست آوردن درآمد به تازگی اطراف نیز توجه ظاهر کرده شود، چون در پیش عیدهای بزرگ ملی قرار دارد. چنین منظره‌ها نباید چشمرس گردند. مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر خروغ مورد نظارت قرار دادن حالت سانیتاری و اپیدمیولوژی نقطه‌های سودا، خدمت رسانی های معیشی، محل‌های اهالی نشین، کارخانه و اداره های شهر خروغ از طرف متخصصان مرکز کارهای فرماندهی عاید تازه نمودن گرد اطراف گذرانیده استاده ایم. جهتی در سطح بلند و سزاوار استقبال گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان، همه کارخانه ها، نقطه های سودا، محله های اهالی نشین باید در تازه نمودن و گرد اطراف و عموما شهر خروغ سهم ارزنده خود را گذارند. کارمندان هر یک فروشنده را بار دیگر آگاه نمودند که به تازگی دقت جدی روانه سازند، زیرا تازگی گرو سلامتی می باشد. واقعا پیشرفت آبادی شهر از تازه و آزاده بودنش سرچشمه میگیرد. برگزاری چنین چاره‌بینی ها از طرف کارمندان مرکز سانیتاری اپیدمیولوژی در آینده نیز راه اندازی خواهند گردید.